آقا سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید. تو این ویدیو ما باز هم همیشه اومدیم اعصاب و روان خودمون رو به هم بریزیم با یه بازی فشاری دیگه به اسم گتینگ اوور ایت که پیشنهاد می‌کنم حتما تا آخر ویدیو ببینید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله بی پدر کنارش هم بزنین رو آل تا هر موقع ویدیو جدید میذارم ببینید اولین نفری باشین که ویدیومون رو می‌بینید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بزن بریم سراغ ادامه ویدیو. این چیه؟ چی؟ قابلمه فیزیک ها؟ آها با موس میچرخه با کیبوردم که کلا کاری نداریم، یعنی کارمون فقط با موس اجازه بدیم. پس من اینو بذارم اینجا. حاجی اصلا اینو باید گیر بدیم اینجا، باید بریم بالایی. آها نه هول نکن موسم ها فکر کنم بذاره یه لاد داشته باشه. برو بالا بابا، برو دیگه. آها بمیری. There's nothing more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, چی میگی داداش؟ به کی or کار if you داری؟ left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you want some money, بمیره. starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at بابا home ببند and you have to دهنتون go back after ناموسن. spending an hour in the commute. If you want some money, بابا you بوی know, بگیر it's دیگه، all یه in it. تنه درخت نمیتونی بگیری. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you want an argument with a friend and then later Boy. discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, Baba, like if you've already bitch. had a bad day, then what you're about to go through might be Baba, too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. خب اوکی هول نکن ببین. فکر کنم اینجوری که من فهمیدم باید بزنیم لبه بعد پرت کنیم. I'll understand if you take a break at any point. Just find a safe place to stop with the game. Don't worry, Huh? I'll save your progress always, even your mistakes. اینجا سخت میشه فکر کنم. نوش نه This game is a homage to a اوه free game جسمونه that came out in نیفتادم پایین، 2000. فشار عالم Sexy میخوردم. The author of that game was Jazuo. بگیر Mysterious دیگه genius, بگیر نوشا known as the برو. father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely. بذاریم And they're اینجا often too rough and بندازیم بالا. unfriendly to gain much میشه of. ببین میشه سخت. They're built more for the joy of building them than as polished products. بیاین بشینیم. In a certain way, بابا این چرا 69 is the خفه perfect نمیشه embodiment. ناموسن؟ چقدر حرف It's میزنه. built almost entirely out of found and Yeah, recycled boy. parts. And it's one of the most unusual and Oh, unfriendly games parto. of its time. گند زدم. In it, your task is simply to drag گند yourself up. زدم. قبول دارم. And that act of یه ثانیه climbing اجازه بدیم. یه چیزش رو موزیک بلوم. ها؟ خب ببینیم. جون میکنه انگار. خب چرا اینکه باید تو قابلمه باشه ناموسن؟ بگیر نوشو بابا بنازم. واه ای کلا حاجی این یه تیکه بتونم وای نیوف بتونم رچم شیرینی میدم به همه. بابا بگیر دیگه. چون یه موزیک خیلی آرامش بخشم گذاشته، انگار بهترین بازیه. آرومم. بابا برو دیگه. چی
چی نیست اوکیه ها خب نیفتیم بگیر دیگه چون اومری باید برم باید برم با آهنه برو بالا بابا بگیر از همون ترفند پرت کردن خودم استفاده بگیر نه وای غلط کردم یه دوره کامل بچرخونی یا برفصل بگیر ببین هیچی نیست بیا زیرت بپر وای اونوری نه اسکول شاسکول بگیر نمیگیره چرا ها نیفت جون مادرت اینجا چیه اینجا کجاست بزنم وای نه وای افتادم اول بازی چجوری میشه داداش چرا باید همچین طراحی کنی این بازی رو یه موزیک آرامش بخشم گذاشتی انگار نه انگار من نمیتونم زیاد داد بزنم ولی خب اصلا واقعا داره به هم میریزه آجی فقط جان مادرت برو بالا اصلا داداش این با تاچ پد هم دارم عمل میکنم اصلا نمیشه دیگه چه برسه با موز برو ببین ها حاجی دستم اومده حاجی واقعا دستم اومده فکر کنم فکر میکنم نه من قوی تر از این حرفم که کم بیارم من کم نمیارم بابا بگیر دیگه برو بالا ناموسن اینجا این برای ترفند بکش زیرش استفاده کنی اون بری نه نمیشه اینجا و بگیر وای نه چه بازیه شریعه بابا این چه بسته شریعه بابا او همه هزینه کردم برای کیرم تو کیر تو یایش کنه کیر توش حرامزاده
هنوز زنده ام. آقا یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه بیفتم، خب یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه من بیفتم بازی رو میبندم میرم. ناموس جمله‌ام تمام نشد. یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه من بیفتم از اینجا، جمع میکنم میرم. ها بس دیگه. وا این بارم میریم. ببین این یه تیکه که آهنه رو میخوای بابا اونوری بپر شاسکول باقالی. گوشا رو دارین؟ شاسکول باقالی باید با ادب باشیم دیگه. بگیر ناموسم بگیر. برو میتونی تو میتونی. داداش بگیر اینو بگیر. اوکی سرفنده بکیر. قرآن دارم روانی میشم. بابا بس کن دیگه. موزیکو نگاه. بابا این سطح بازی ساختن نیست. خب بچه همونطور که دیدید من نتونستم بازی رو رد کنم. یعنی نه من، این بازی واقعا یه افتضاحه. نمیدونم یارو چی تو خودش دیده که اومده اینجوری یه همچین بازی رو ساخته، ولی من از همینجا دارم بهت میگم که حرامزاده داداش. ولی حالا خودمونیم، تو دیگه بازی نساز به نظر من. یعنی از این عرصه خدافظی کن، برو خدا پشت و پناهت. برای سلامت روان گیمرها و پلیرها دارم اینو بهت میگم، اصلا نساز دیگه، بازی سازی نکن تو. ولی حالا امیدوارم بچه شما این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله بی پدر کنارش هم بزنین رو حال تا هر موقع ویدیو جدید میذارم اولین نفری باشین که میایین میبینین. خب تا ویدیو دیگه فعلا پیس.